مقامات در ناحیه جیهون مرگ یک خواننده صنف نهم را تحقیق دارند. به اطلاع دریافتی او شام 26 دکبر سال 2022 از تیر اتومات کلاشنیکوف جان باخته است. نمایندگان نهادهای انتظامی میگویند تیر اتومات به چشم چپ نوبالغ 15 ساله خواننده مکتب رقم 4 جماعت 5 ناحیه جیهون رسیده است. با گمان دست داشتن در این حادثه یک جوان 18 ساله و 2 نوبالغ دیگر دستگیر شدند. در داستانی ناحیه جیهون روز 29 دکبر به رادیوی آزادی گفتند هنوز معلوم نیست اتومات کلاشنیکوف از کجا پیدا شده و قتل نوبالغ قصداً صورت گرفته است یا حادثه تصادفی بوده است. فاروق شریفوف عمک نوبالغ در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی صدای تیر بلند شد به جای حادثه رفتند و جسد دودرزاده‌اش را دیدند. در نزدش اتومات کلاشنیکوف ایستاده بود. نقل کرد او. همصحبت آزادی افزود پیدا شدن اتومات کلاشنیکوف برای آنها معماست چون هیچ نزدیکانشان شخص نظامی نبود و کسی هم در محله آنها سلاح جنگی نداشت. در داستانی جیهون گفتند که حادثه را تفتیش دارند و هنوز از کجا دسترس شدن اتومات کلاشنیکوف دقیق نشده است. پس از انجام جنگ شهروندی در سال 1997 مقامات تاجیک معرکه جمع‌آوری سلاح از ساکنان را اعلام کرده بودند. مقامات آن زمان گفته بودند که هر کسی سلاح‌های جنگی را اختیاراً می‌سپارد از جوابگری آزاد است. وزارت کارهای داخلی بارها اعلام کرد که دیگر در دست اهالی سلاح‌های جنگی باقی نمانده است.